به نام خدا. دوستان عزیز سلام. درس امروز ما درس سوم یعنی درس تجزیه عبارت‌های جبری از فصل 4 کتاب ریاضی پایه 8 هستش. خب دوستان در این فصل یاد گرفتیم که اگر بخوایم یک عبارت یک جمله‌ای مثل A رو در یک عبارت دو جمله‌ای مثل B به اضافه C ضرب کنیم، کافیه یک مرتبه A رو در B و یک مرتبه A رو در C ضرب کنیم و حاصل ضرب ها رو با همدیگه جمع کنیم. به این ترتیب حاصل این عبارت برابر با AB به اضافه AC میشه. این تساوی نشون دهنده خاصیت توزیع پذیری ضرب نسبت به عمل جمع هستش. حالا بچه‌ها اگر بخوایم از طرف دوم این تساوی به طرف اول این تساوی برسیم، به این ترتیب باید این عبارت جمعی رو به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسیم که به این عمل فاکتورگیری و یا همون تجزیه گفته میشه. برای این کار کافیه که در این دو جمله‌ای که نوشته شده عامل مشترک رو مشخص کنیم که در اینجا برابر با A میشه. عامل مشترک رو از هر دو جمله بیرون بکشیم و این عامل مشترک رو ضرب در جمع عامل‌های غیر مشترک کنیم. پس عبارت رو میتونیم به صورت A ضرب در جمع عامل‌های غیر مشترک یعنی B به اضافه C کنیم. به این ترتیب این عبارت رو تجزیه کردیم، یعنی به صورت ضرب دو عبارت جبری نوشتیم. اما بچه‌ها در حالت کلی برای اینکه یک عبارت جبری رو به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسیم، در ابتدا باید هر یک از جملات رو به صورت گسترده ضربی بنویسیم. بعد از اون عامل‌های مشترک رو از جملات حذف کنیم و اونها رو جلوی علامت مساوی بنویسیم و در آخر هم قسمت‌های باقی مانده یا همون غیر مشترک رو داخل پرانتز با همون عملی که بینشونه، یعنی اگر جمع بود با عمل جمع و اگر تفریق بود با عمل تفریق داخل پرانتز بنویسیم و در اون عامل مشترک ضرب کنیم. به این مثال دقت کنیم. در اینجا داریم 6 تا x به توان 2 منهای 9 تا xy. بچه اگر بخوایم گسترده این عبارت رو بنویسیم میتونیم به صورت 2 ضرب در 3 ضرب در x ضرب در x بنویسیم. حاصل این ضرب برابر با 6 تا x به توان 2 میشه. 9 تا xy رو هم میتونیم به صورت 3 ضرب در 3 ضرب در x ضرب در y بنویسیم. با دقت در این دو عبارت نتیجه میگیریم که 3x عامل مشترک هر دو عبارت هستش. پس عامل مشترک رو حذف میکنیم و بیرون مینویسیم، یعنی جلوی علامت مساوی مینویسیم. حالا یه پرانتز باز میکنیم. بعد از حذف عامل‌های مشترک در عبارت اولیمون 2x باقی میمونه و در عبارت بعدی هم 3y باقی میمونه که باید 2x منهای 3y رو داخل پرانتز بنویسیم. اما بچه‌ها دقت داشته باشین که در گسترده عبارت دوممون 2 تا 3 داریم. حواستون باشه فقط یکی از این 3 ها می شود عامل مشترکمون و در اینجا این 3 عامل مشترک نیست و باید حتما داخل پرانتز نوشته بشه. حالا بچه به این 2 تا مثال دیگه هم دقت کنیم. منفی 15 تا x به توان 2 ضرب در y رو میتونیم به صورت منفی 3 ضرب در 5 ضرب در x ضرب در x ضرب در y بنویسیم. یعنی عبارت‌های توانی رو هم به صورت ضرب عبارت‌های جبری با توان 1 می‌نویسیم. به اضافه
18 رو میتونیم به صورت 2 ضرب در 3 ضرب در 3 بنویسیم. x هم که توانش 1 بدون تغییر مینویسیم، اما y توانش 2 میتونیم به صورت y ضرب در y بنویسیم. حالا بچه‌ها عامل‌های مشترک رو مشخص میکنیم. 3 در هر دو عبارت وجود داره. x هم در هر دو عبارت وجود داره، اما دقت کنین در عبارت دوم فقط یک مرتبه x تکرار شده. y هم در هر دو عبارت وجود داره، باز هم دقت کنین y در عبارت اولمون فقط یک مرتبه تکرار شده. پس عامل مشترک این دو عبارت 3 تا xy میشه. پس 3xy رو می نویسیم. حالا از هر دو عبارت 3xy را حذف میکنیم. به این ترتیب در عبارت اولیمون منفی 5x باقی میمونه و در عبارت بعدیمون 2 ضرب در 3 که میشود 6 ضرب در y باقی میمونه. پس باید 3xy رو جلوی مساوی بنویسیم، یه پرانتز باز کنیم، عامل‌های غیر مشترک باقی مانده رو هم داخل پرانتز بنویسیم که در این قسمت برابر با منفی 5x شد و در قسمت بعدی هم برابر با مثبت 6y شد. به این ترتیب این دو جمله ای رو به صورت ضرب دو عبارت جبری نوشتیم. اما بچه‌ها به مثال بعدی هم دقت کنیم. 20 رو میتونیم به صورت 2 ضرب در 2 ضرب در 5 بنویسیم. a به توان 2 یعنی 2 مرتبه بنویسیم a و در همدیگه ضرب کنیم. b ضرب در c رو هم در ادامه این عبارت مینویسیم. منهای 15 رو میتونیم به صورت 3 ضرب در 5 بنویسیم. a رو بدون تغییر مینویسیم. b به توان 2 رو به صورت b ضرب در b مینویسیم. c رو هم بدون تغییر مینویسیم. به اضافه 10 رو هم به صورت 2 ضرب در 5 مینویسیم. a ضرب در b رو هم در ادامه عبارت مینویسیم. به این ترتیب هر سه تا جمله رو به صورت گسترده نوشتیم. حالا عامل‌های مشترکشون رو مشخص می‌کنیم. اگر خوب دقت کنیم عدد 5 در هر سه عبارت وجود داره. از طرفی A هم در هر سه عبارت وجود داره. حواستون باشه در عبارت اولی 2 مرتبه تکرار شده، اما در عبارت‌های بعدی فقط 1 مرتبه تکرار شده. پس عامل مشترکمون فقط شامل یه A هستش. به همین ترتیب در تمامی عبارت‌ها B وجود داره. در اینجا 1 B، در اینجا 1 B و در اینجا هم 1 B رو به عنوان عامل مشترک در نظر میگیریم. پس عامل مشترک هر سه عبارت برابر میشه با 5 برابر A ضرب در B که جلوی مساوی می نویسیم. حالا پرانتز باز میکنیم. عامل‌های مشترک رو حذف میکنیم. عامل‌های غیر مشترک رو هم باید داخل پرانتز بنویسیم. 2 ضرب در 2 می شود 4، 4 ضرب در A می شود 4A، 4A ضرب در C می شود 4AC. پس داخل پرانتز می نویسیم 4AC. منهای 3 ضرب در B می شود 3B، 3B هم ضرب در C می شود 3BC. به اضافه در آخرین عبارتمون هم فقط 2 باقی مون که همون 2 رو بدون تغییر می نویسیم. به این ترتیب این عبارت رو به صورت ضرب 2 عبارت جبری نوشتیم. اما بچه‌ها اگر بخوایم به طور خلاصه تبدیل یک عبارت جبری رو به ضرب 2 عبارت جبری یا همون فاکتورگیری رو بگیم، باید به این ترتیب عمل کنیم. در ابتدا به میم ضرایب رو حساب میکنیم و بعد از اون در بین حروف مشترک رو با کمترین توان فاکتور میگیریم، یعنی به عنوان عامل مشترک در نظر میگیریم. حالا جلوی مساوی باید عامل مشترک رو بنویسیم
و داخل پرانتز تک تک جملات اصلیمون رو بر عامل مشترک تقسیم کنیم. به این ترتیب عبارت داده شده رو میتونیم به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسیم. به این مثال دقت کنیم. در این مثال به میمیم عددهای 6 و 9 یعنی همون بزرگترین شمارنده مشترکشون برابر با 3 میشه که جلوی مساوی می نویسیم. از طرفی حروف مشترکشون با کمترین توان هم برابر با x به توان 1 میشه. پس x به توان 1 رو هم به عنوان عامل مشترک می نویسیم. پس تا اینجا فهمیدیم که عبارت 3x رو باید از این دو جمله فاکتور بگیریم. حالا پرانتز باز میکنیم. در قسمت اول اولین جمله رو تقسیم بر عبارتی که فاکتور گرفتیم میکنیم. منهای مجددا همین کار رو برای جمله دوم هم تکرار میکنیم. خب بچه این 3x رو مینویسیم. از تقسیم 6 تا x به توان 2 بر 3x حاصل برابر با 2x میشه و از تقسیم 9 تا xy بر 3x حاصل برابر با 3y میشه. دانش آموزانی که نمیتونن این قسمت رو به سادگی تقسیم کنن به این صورت عمل کنن. به جای 6 تا x به توان 2 بنویسن 6 ضرب در x ضرب در x که باید بر 3x تقسیم کنیم. حالا بچه ها ساده کنیم. یکی از این x ها با این x مخرج ساده میشه. 6 تقسیم بر 3 میشود 2، 3 هم تقسیم بر 3 میشود 1. به این ترتیب حاصل این تقسیم برابر با 2x میشه که داخل پرانتز نوشتیم. یا اگر بخوایم این تقسیم رو انجام بدیم 9 تقسیم بر 3 میشود 3. هم صورت و هم مخرج رو تقسیم بر x میکنیم که به این ترتیب حاصل این تقسیم هم برابر با 3y میشه. اما بچه دانش آموزانی که میتونن این عبارت رو به صورت ذهنی هم انجام بدن، تقسیم ها رو ذهنی انجام بدن تا سریعتر به جواب برسن. به این مثالا دقت کنیم. میخوایم در این دو جمله‌ای عبارتمون رو به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسیم. خب در ابتدا بریم سراغ ذرایع. به میمیم یا همون بزرگترین شمارنده مشترک عددهای 15 و 18 برابر با 3 میشه. پس 3 رو می نویسیم. حالا حروف مشترکشون رو با کمترین توان می نویسیم. هم x مشترکه و هم y. کمترین توان برای x 1 هستش و کمترین توان برای y هم 1 هستش. پس از x ضرب در y که عامل مشترک هر دو جمله است فاکتور میگیریم. پس در کل از 3 تا xy فاکتور گرفتیم. حالا باید بیایم تک تک این جملات رو بر 3xy تقسیم کنیم. گفتم دانش آموزانی که میتونن به صورت ذهنی این تقسیم رو انجام بدن حتما این کار رو انجام بدن. اما بچه‌هایی که نمیتونن انجام بدن به این ترتیب عمل کنن. منفی 15 تا x به توان 2 ضرب در y رو به این صورت بنویسن. منفی 15 تا به جای x به توان 2 بنویسن x ضرب در x ضرب در y تقسیم بر 3 تا xy. حالا بچه ها عبارت رو ساده کنیم. y با y ساده میشه، x هم با x ساده میشه. منفی 15 تقسیم بر 3 برابر با منفی 5 میشه و x رو هم بنویسیم. به این ترتیب حاصل این تقسیم برابر با منفی 5x میشه. اما بچه‌هایی که میتونن این کار رو به صورت ذهنی انجام بدن به این ترتیب عمل کنن. منفی تقسیم بر مثبت منفی 15 تقسیم بر 3 5 x به توان 2 تقسیم بر x برابر با x میشه. y هم تقسیم بر y برابر با 1 میشه که دیگه نیازی به نوشتن ضرب در 1 نیست. اما در قسمت بعدی مثبت تقسیم بر مثبت مثبت 18 تقسیم بر 3 6 x تقسیم بر x بشه حاصل می شود 1 که در ضرب نیازی به نوشتن 1 نیست
وای به توان 2 تقسیم بر وای هم برابر با وای میشه. به این ترتیب این عبارت رو به صورت ضرب 2 عبارت جبری نوشتیم. اما بچه‌ها بریم سراغ آخرین قسمت. به میم ضرایب برابر با 5 میشه. حروف مشترکشون هم A مشترکه هم B، اما کمترین توان برای A برابر با 1 و کمترین توان برای B هم برابر با 1. حالا پرانتز باز میکنیم. از 5 تا B قراره که فاکتور بگیریم. کافیه تک تک این جملات رو تقسیم بر 5AB کنیم. یا به اون صورت تقسیم رو انجام میدیم و یا به صورت ذهنی. اگر بخوایم به صورت ذهنی انجام بدیم میگیم 20 تقسیم بر 5 میشود 4. A به توان 2 تقسیم بر A میشود A. B تقسیم بر B میشود 1 که نیازی به نوشتن ضرب در 1 نیست. و C رو هم بدون تغییر می نویسیم. منفی تقسیم بر مثبت منفی. 15 تقسیم بر 5 می شود 3. A تقسیم بر A می شود 1 که نیازی به نوشتن ضرب در 1 نیست. B به توان 2 تقسیم بر B می شود B. C رو هم بدون تغییر می نویسیم. مثبت تقسیم بر مثبت می شود مثبت. 10 تقسیم بر 5 می شود 2. AB هم تقسیم بر AB می شود 1 که نیازی به نوشتن 2 ضرب در 1 نیست. به این ترتیب این عبارت 3 جمله‌ای رو به صورت ضرب 2 عبارت جبری نوشتیم. اما دوستان بریم سراغ حل این سوال که معمولاً مشابه چنین سوالاتی در امتحان‌های پایان نوبت داده میشه. در این سوال گفته ابتدا صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را به صورت ضرب 2 عبارت بنویسید، سپس آنها را ساده کنید. خب در اولین عبارتمون ضرایبشون 1، پس نیازی به محاسبه به میم ضرایب نیست. حروف مشترکشون هم با کمترین توان برابر با A میشه، پس از A فاکتور میگیریم، پرانتز باز میکنیم. اگر AX رو تقسیم بر A کنیم حاصل برابر با X میشه، منهای اگر A ضرب در Y رو تقسیم بر A کنیم حاصل برابر با Y میشه. به عبارت دیگه بچه‌ها ما از این دو جمله عامل مشترکشون که A بود رو بیرون کشیدیم. وقتی A رو بیرون بکشیم داخل پرانتز یک X نوشته میشه که باید منهای Y بشه. خب بچه‌ها این عبارت رو به صورت ضرب 2 عبارت جبری نوشتیم. بریم سراغ قسمت بعدی. به میم ضرایب برابر با 3 میشه. اگر 3 رو که عامل مشترکه از اولین جمله بیرون بکشیم X باقی میمونه، منهای اگر 3 رو از دومین جمله هم بیرون بکشیم Y باقی میمونه. یا به عبارت دیگه اگر 3x رو تقسیم بر 3 کنیم حاصل می شود x و اگر 3y رو تقسیم بر 3 کنیم حاصل برابر با y میشه. حالا بچه با دقت در صورت و مخرج این کسر ملاحظه می کنید که این دو پرانتز دقیقا مثل همدیگه هستن، پس با همدیگه ساده میشن. حالا صورت‌های باقی مانده و مخرج‌های باقی مانده رو در همدیگه ضرب می‌کنیم. A ضرب در 1 می‌شود A، 3 هم ضرب در 1 می‌شود 3. پس ساده شده این عبارت برابر با A سوم میشه. اما بچه‌ها در قسمت ب هم باید هم صورت و هم مخرج رو به صورت ضرب 2 عبارت جبری بنویسیم و بعد از اون ساده کنیم. در صورت این کسر به میم ضرایب برابر با 13 میشه. چرا بچه؟ چون 26 بر 13 بخش پذیره، پس بزرگترین شمارنده مشترکشون هم برابر خود 13 میشه. حروف مشترکشون هم x هستش که باید از حروف مشترک با کمترین توان فاکتور بگیریم. کمترین توان x میشود 1، پس از x هم فاکتور میگیریم. پس بچه ها باید در هر دو جمله از 13x فاکتور بگیریم.
برای این کار کافیه که 13 تا x به توان 2 رو تقسیم بر 13x کنیم که حاصل برابر با x میشه. منهای 26 تا xy رو هم تقسیم بر 13x کنیم. بچه ها 26 تقسیم بر 13 می شود 2. x تقسیم بر x می شود 1 که نیازی به نوشتن 2 ضرب در 1 نیست. y رو هم بدون تغییر می نویسیم. در مخرج این کسر هم به میم ضرایب برابر با 4 میشه، چون 8 بر 4 بخش پذیره. به میم برابر عدد کوچکتر میشه. حالا از عامل‌های مشترکشون با کمترین توان فاکتور میگیریم. پس هم باید از x فاکتور بگیریم و هم از y. کمترین توان برای x برابر با 1، کمترین توان برای y هم برابر 1 هستش. پس بچه‌ها در هر دو جمله از 4 برابر x ضرب در y فاکتور میگیریم. اگر این عبارت رو تقسیم بر 4xy کنیم حاصل برابر با x میشه. منهای 8 تقسیم بر 4 میشود 2. x تقسیم بر x میشود 1 که نیازی به نوشتن 2 ضرب در 1 نیست. y به توان 2 تقسیم بر y هم میشود خود y. خب بچه این عبارت رو هم به صورت ضرب دو عبارت جبری نوشتیم. حالا عبارت ها رو ساده میکنیم. با توجه به اینکه هم در صورت و هم در مخرج این پرانتز تکرار شده، صورت و مخرج رو بر این پرانتز تقسیم میکنیم و ساده میکنیم. در اینجا همین x با این x ساده میشه. به این ترتیب از ضرب صورت‌های باقی مانده نتیجه میشه که صورت نهایی برابر با 13 هستش و از ضرب مخرج‌های باقی مانده نتیجه میشه که مخرج نهایی برابر 4y خواهد بود. اما بچه‌ها در سوال بعدی گفته هر یک از عبارت‌های زیر را ساده کنیم. خوب دقت کنیم. در قسمت الف گفته این پرانتز رو به توان 2 برسونیم. میدونیم که اگر هر چیزی به توان 2 برسه باید اون چیز رو 2 مرتبه بنویسیم و در همدیگه ضرب کنیم. پس 2a به اضافه 5b رو 2 مرتبه می نویسیم و این دو پرانتز رو در همدیگه ضرب می کنیم. با ضرب چند جمله ها در همدیگه در درس قبلی آشنا شدیم. کافیه که تمامی جملات اولین پرانتز رو در تمامی جملات پرانتز جلویی ضرب کنیم. خب مثبت در مثبت می شود مثبت، 2a ضرب در 2a می شود 4 تا a به توان 2. بچه ها چی کار کردیم؟ 2 ضرب در 2 می شود 4، a ضرب در a هم می شود a به توان 2. مثبت در مثبت مثبت، 2a ضرب در 5b می شود 10 تا ab. دو تا ضرب جمله اول رو انجام دادیم. بریم سراغ ضرب‌های جمله دوم. مثبت در مثبت می شود مثبت، 5 ضرب در 2 می شود 10. b ضرب در a رو به صورت ab می نویسیم و مثبت در مثبت می شود مثبت، 5 ضرب در 5 می شود 25. b هم ضرب در b می شود b به توان 2. خب بچه حالا میتونیم جمله های متشابه رو مشخص کنیم و با هم دیگه ساده کنیم. این دو جمله با هم متشابهن. با توجه به اینکه با هم دیگه جورن جمعشون میکنیم حاصل میشود مثبت 20 تا AB. کافی ضرایب رو با هم دیگه جمع کنیم و قسمت حرفیشون رو بدون تغییر بنویسیم. اما بچه بریم سراغ قسمت بعدی. در اینجا هم یک مرتبه باید حاصل این عبارت رو به دست بیاریم، مرتبه بعدی هم حاصل این عبارت رو به دست بیاریم و در آخر حاصل هاشون رو از همدیگه کم کنیم. چون در این قسمت جا نیست حاصل این عبارت رو در بالای صفحه حساب میکنن. 3x منهای 7 به توان 2 یعنی 3x منهای 7 رو 2 مرتبه بنویسیم و در همدیگه ضرب کنیم. برای این کار
باید تک تک جملات اولین پرانتز رو در تمامی جملات پرانتز جلویی ضرب کنیم. 3 ضرب در 3 می شود 9 تا x به توان 2. مثبت در منفی منفی. 3 ضرب در 7 می شود 21x. دو تا ضرب مربوط به این جمله رو انجام دادیم. بریم سراغ ضرب مربوط به جمله دوم. منفی در مثبت منفی. 7 ضرب در 3 می شود 21x. منفی در منفی مثبت. 7 ضرب در 7 هم می شود 49. از ساده کردن این عبارت نتیجه میشه که حاصل اولین پرانتز برابر با 9 تا x به توان 2 منهای 42x به اضافه 49 میشه. حالا بچه باید جواب این پرانتز رو منهای جواب این پرانتز کنیم. علامت منها رو میذارم. مجدداً این پرانتز رو 2 مرتبه می نویسیم و در همدیگه ضرب می کنیم. به دلیل اینکه در اینجا فضای کافی واسه حل سوال نداریم من به صورت ذهنی انجام میدم. حاصل می شود 9 تا x به توان 2 به اضافه 42x به اضافه 49 میشه. حالا بچه خوب دقت کنیم. تا اینجای عبارت رو بدون هیچ تغییری می نویسیم. علامت منها به جمع تبدیل میشه و تک تک جملات پرانتز جلویی قرینه میشن. پس می نویسیم منفی 9 تا x به توان 2 منهای 42x منهای 49. حالا جمله های متشابه رو مشخص میکنیم و با همدیگه ساده میکنیم. خب 9 تا x به توان 2 اگر منهای 9 تا x به توان 2 بشه حاصل میشود 0. منفی 42x اگر منهای 42x بشه حاصل میشود منفی 84x. 49 هم منهای 49 چون قرینه هستن حاصل برابر 0 میشه. اما بچه ها بریم سراغ عبارت بعدی. میخوایم این 2 جمله ای رو در این 3 جمله ای ظرف کنیم. برای این کار باید تک تک جملات اولین پرانتز رو در تمامی جملات پرانتز جلویی ضرب کنیم. خب ضرب ها رو انجام میدیم. مثبت در مثبت می شود مثبت. 5 ضرب در 25 می شود 125. a ضرب در a به توان 2 می شود a به توان 3. مثبت در مثبت می شود مثبت. 5a ضرب در 36 برابر با 180a میشه. مثبت در مثبت می شود مثبت. 5 ضرب در 30 می شود 150. a هم ضرب در a می شود a به توان 2. خب بچه ها 3 تا ضرب مربوط به جمله اول رو انجام دادیم. حالا 3 تا ضرب بعدی رو انجام میدیم. منفی در مثبت می شود منفی. 6 ضرب در 25 برابر با 150 میشه. a به توان 2 رو هم می نویسیم. منفی در مثبت می شود منفی. 6 ضرب در 36 برابر با 216 میشه. و منفی در مثبت می شود منفی. 6 ضرب در 30 هم برابر میشه با 180 که این a رو هم بدون تغییر می نویسیم. حالا بچه ها باید جمله های متشابه رو مشخص کنیم. خب 125 a به توان 3 رو بدون تغییر می نویسیم. این جمله با این جمله متشابه چون قرینه همدیگه هستن ساده شده شون می شود 0. این جمله هم با جمله جلوی خودش قرینه همدیگه هستن پس ساده شده شون می شود 0 و منهای 216 رو هم بدون تغییر می نویسیم. دوستان در سوال 3 گفته هر یک از عبارتهای زیر را به صورت ضرب 2 عبارت جبری دیگر بنویسید. خب بچهای گل
این سوال شامل 12 قسمته که 4 قسمتش رو براتون مشخص کردم. این 4 قسمت رو حل میکنم و شما دوستان گلم با توجه به توضیحاتی که در این 4 قسمت به شما میدم بقیه قسمت ها رو حل کنید. برای اینکه این عبارت جبری رو به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسیم، اول به میم ضرایب رو حساب میکنیم. چون 36 بر 18 بخش پذیره، به میم این دو عدد برابر خود 18 میشه. حالا باید از حروف مشترکشون با کمترین توان فاکتور بگیریم. هم A و هم C در هر دو جمله مشترکه که در هر دو جمله هم توانشون یکه. حالا بچه ها باید هر کدوم از این جملات رو بر 18 AC تقسیم کنیم. 18 تقسیم بر 18 می شود 1. اگر از AC فاکتور بگیریم فقط B باقی میمونه و یا به عبارت دیگه اگر ABC رو تقسیم بر AC کنیم حاصل برابر با B میشه. منها رو می نویسیم. 36 تقسیم بر 18 برابر با 2 میشه. اگر از AC فاکتور بگیریم فقط D باقی میمونه. یا به عبارت دیگه اگر ADC رو تقسیم بر AC کنیم فقط D باقی میمونه. به این ترتیب این عبارت جبری رو به صورت ضرب دو عبارت جبری دیگه نوشتیم. بریم سراغ قسمت بعدی. به میم ضرایب یعنی به میم 8 و 20 برابر با 4 میشه. 4 رو می نویسیم. حروف مشترکشون هم x که کمترین توان همون توان 2. پس باید در هر دو جمله از 4 تا x به توان 2 فاکتور بگیریم. بچه ها 8 تقسیم بر 4 می شود 2. اگر از x به توان 2 فاکتور بگیریم a باقی میمونه. به اضافه 20 تقسیم بر 4 می شود 5. اگر از x به توان 2 فاکتور بگیریم b باقی میمونه. یا به عبارت دیگه کافیه تک تک این جملات رو تقسیم بر عاملی که از اون فاکتور گرفتیم کنیم که به این ترتیب داخل پرانتز عبارت 2 به اضافه 5b میشه. خب بچه ها بریم سراغ عبارت بعدی. به میم عددهای 12 18 و 30 برابر با 6 میشه. چون بزرگترین عددی که هر سه عدد بر اون به صورت مشترک بخش پذیرن عدد 6 هست. حالا حروف مشترکشون رو هم بررسی میکنیم. در هر سه جمله‌مون فقط حرف A مشترکه. حرف A رو هم فاکتور میگیریم. بچه ها 12 تقسیم بر 6 میشود 2. اگر از A فاکتور بگیریم B باقی میمونه. به اضافه رو می نویسیم. 18 تقسیم بر 6 می شود 3. اگر از A فاکتور بگیریم C باقی میمونه. به اضافه C تقسیم بر 6 می شود 5. اگر از A فاکتور بگیریم D باقی میمونه. به این ترتیب این عبارت رو هم به صورت ضرب دو عبارت جبری نوشتیم. در آخرین قسمتی که توضیح میدم به میم عددهای 24 32 و 8 برابر با خود 8 میشه. حروف مشترکشون هم x و هم y. هم x رو می نویسیم هم y. کمترین توان برای x برابر با 2 میشه و کمترین توان برای y هم برابر با 3 میشه. حالا کافیه که تک تک این جملات رو تقسیم بر عاملی که از اون فاکتور گرفتیم کنیم. 24 تقسیم بر 8 میشود 3. از x به توان 2 فاکتور گرفتیم. y به توان 4 هم تقسیم بر y به توان 3 میشود y. منهای 32 تقسیم بر 8 میشود 4. از x به توان 2 فاکتور میگیریم. از y به توان 3 هم فاکتور میگیریم. فقط یه b میمونه. به اضافه بچه ها 8 تا x به توان 2 ضرب در y به توان 3 رو اگر تقسیم بر خودش کنیم حاصل برابر با 1 خواهد شد. به این ترتیب این عبارت سه جمله ای رو به صورت ضرب دو عبارت جبری نوشتیم.
دوستان در سوال 4 گفته مانند نمونه ابتدا صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را به صورت ضرب 2 عبارت تجزیه، سپس آن عبارت را ساده کنید. بچهای خوب، شبیه همین سوال رو در درسنامه هم توضیح دادم. اول اینکه این سوال شامل چند قسمته که فقط این 2 قسمت رو براتون مشخص کردم و این 2 قسمت رو براتون توضیح میدم و حل بقیه قسمت ها رو به عهده خودتون میذارم. خب در اولین قسمت در ابتدای خط کسری میکشیم. به میمیم ضرایب برابر با 5 میشه. حروف مشترکشون هم x، کمترین توان x 2 هستش. پس در هر دو جمله باید از 5 تا x به توان 2 فاکتور بگیریم. 5 تقسیم بر 5 می شود 1. x به توان 3 هم تقسیم بر x به توان 2 می شود x. منهای 10 تقسیم بر 5 می شود 2. از x به توان 2 فاکتور می گیریم. y باقی میمونه. در مخرج هم به میمیم ضرایب چون یکی از ضرایب 1 هست برابر با 1 میشه که نیازی به نوشتن 1 نیست. حالا باید از حروف مشترکشون با کمترین توان فاکتور بگیریم. هم x مشترکه و هم y. کمترین توان برای x 2 هستش و کمترین توان برای y 1 هستش. اگر این جمله رو تقسیم بر x به توان 2 ضرب در y به توان 1 کنیم، حاصل برابر با x میشه منهای، و اگر این جمله رو تقسیم بر عاملی که از اون فاکتور گرفتیم کنیم، حاصل برابر با 2y میشه. حالا بچه با دقت در صورت و مخرج این کسر ملاحظه میکنید که این 2 تا پرانتز با همدیگه ساده میشن. همچنین x به توان 2 صورت هم با x به توان 2 مخرج ساده میشه. حالا باید صورت‌های باقی مانده رو در همدیگه ضرب کنیم که حاصل برابر با 5 میشه و مخرج‌های باقی مانده رو هم در همدیگه ضرب میکنیم که حاصل ضرب مخرج‌ها برابر با y میشه. پس ساده شده این عبارت برابر 5 وایوم میشه. اما بچه‌ها بریم سراغ قسمت بعدی. در اینجا هم یه خط کسری رسم میکنیم. به میمیم ضرایب برابر با 1 میشه، نیازی به نوشتن 1 نیست. حروف مشترکشون a هست، کمترین توان برای a توان 1. حالا پرانتز رو باز میکنیم. از تقسیم اولین جمله بر a حاصل برابر با 3 میشه منهای، از تقسیم دومین جمله هم بر a حاصل برابر با 2b میشه به اضافه، از تقسیم جمله بعدی هم بر a حاصل برابر با 5 میشه. در مخرج هم به میمیم عددهای 12 8 و 20 برابر با 4 رو می نویسم. حروف مشترک ندارن. حالا کافیه که تک تک جملات رو تقسیم بر 4 کنیم. 12a تقسیم بر 4 برابر با 3a میشه منهای، 8b تقسیم بر 4 برابر با 2b میشه به اضافه، 20 هم تقسیم بر 4 برابر با 5 میشه. به این ترتیب ملاحظه میکنید که در این کسر هم میتونیم در صورت و مخرج کسر پرانتزها رو با هم دیگه ساده کنیم و در نتیجه ساده شده عبارتمون به صورت a تقسیم بر 4 خواهد شد. دوستان در سوال 5 گفته میدانید که عددهای 2a منهای 1 و 2b منهای 1 فرد هستند. اگر 2a منهای 1 بزرگتر از 2b منهای 1 باشد، چرا اختلاف این دو عدد همواره زوج است؟ بچه برای جواب دادن به این سوال کافیه که عدد بزرگتر رو منهای عدد کوچکتر کنیم تا ببینیم که عبارتی که به دست میاد به چه صورت خواهد بود. پس 2a منهای 1 رو منهای 2b منهای 1 میکنیم. برای انجام این تفریق اولین عبارت رو بدون تغییر می نویسیم. باید منها رو به جمع تبدیل کنیم و تمامی جملات پرانتز
جلویی رو قرینه کنیم. خب 2b رو به صورت منفی 2b می نویسیم، منهای 1 رو هم به صورت به اضافه 1 می نویسیم. حالا عبارت رو ساده می کنیم. در اینجا 2a رو بدون تغییر می نویسیم. این دو جمله قرینه همدیگه هستن، پس حاصل جمعشون برابر با 0 میشه. منهای 2b رو هم بدون تغییر می نویسیم. بچه ها اینجا میتونیم از 2 فاکتور بگیریم. به این ترتیب این عبارت رو میتونیم به صورت 2 ضرب در a منهای b بنویسیم. میدونیم که اگر عبارتی رو به صورت مضربی از 2 بنویسیم، اون عبارت حتما زوج خواهد بود. پس در نتیجه حاصل تفریق دو عدد فرد همواره عددی زوج است. دوستان در سوال 7 قسمت الف گفته آیا عبارت a منهای b به توان 2 با عبارت a به توان 2 منهای b به توان 2 برابر است؟ دلیل خود را بیان کنید. بچه خوب دقت کنید. a منهای b به توان 2 یعنی اینکه باید این پرانتز رو 2 بار بنویسیم و در همدیگه ضرب کنیم. برای انجام ضربم باید تک تک جملات اولین پرانتز رو در تمامی جملات پرانتز جلویی ضرب کنیم. خب ضرب رو انجام میدیم. a ضرب در a می شود a به توان 2 مثبت در منفی منفی، a ضرب در b می شود ab. دو تا ضرب مربوط به این جمله تموم شد. بریم سراغ ضرب هایی که برای این جمله باید انجام بدیم. منفی در مثبت می شود منفی، b ضرب در a رو هم به صورت ab می نویسیم. منفی در منفی می شود مثبت، b ضرب در b هم برابر با b به توان 2 میشه. این دو جمله با هم متشابه هستند. پس کافیه که a به توان 2 به اضافه b به توان 2 رو بدون تغییر بنویسیم و این دو جمله رو با همدیگه ساده کنیم. ضرایبشون برابر با منفی 1، منفی 1 رو به اضافه منفی 1 میکنیم، حاصل میشود منفی 2 و قسمت حرفیشون رو بدون تغییر مینویسیم. به این ترتیب ملاحظه میکنیم که a منهای b رو اگر به توان 2 برسونیم حاصل برابر با این عبارت میشه. پس با این عبارت برابر نخواهد بود. اما در قسمت بعدی گفته ثابت کنید که این تساوی برقراره. بچه ها خوب دقت کنید. اول از همه باید a به اضافه b رو به توان 2 برسونیم. بعد از اون a منهای b رو هم به توان 2 برسونیم و در آخر حاصلشون رو از همدیگه کم کنیم. ساده شده عبارتمون باید برابر با 4ab بشه. اگر بخوایم a به اضافه b رو به توان 2 برسونیم باید این پرانتز رو 2 مرتبه بنویسیم و در همدیگه ضرب کنیم. باید تک تک جملات اولین پرانتز رو در تمامی جملات پرانتز بعدی ضرب کنیم. من به صورت خلاصه بنویسم. وقتی که ضرب ها رو انجام بدیم جواب نهایی به صورت a به توان 2 به اضافه 2ab به اضافه b به توان 2 میشه. اما بچه شما این ضرب رو انجام بدین، عبارت رو ساده کنین تا مثل من به جواب برسین. در قسمت بعدی هم که دیدیم a منهای b به توان 2 برابر شد با a به توان 2 به اضافه b به توان 2 منهای 2ab. باید این عبارت رو منهای این عبارت کنیم. پس می نویسیم a به توان 2 به اضافه 2ab به اضافه b به توان 2 منهای a به توان 2 به اضافه b به توان 2 منهای 2ab. برای اینکه این تفریق رو انجام بدیم اولین قسمت رو بدون تغییر می نویسیم. منها به جمع تبدیل میشه. تمامی جملات پرانتز جلویی هم قرینه میشه. پس مثبت a به توان 2 تبدیل به منفی a به توان 2 میشه.
مثبت بی به توان 2 هم تبدیل به منفی بی به توان 2 میشه و منفی 2ab هم تبدیل به مثبت 2ab میشه. بچه ها جمله های متشابه رو مشخص کنید و با همدیگه ساده کنید. a به توان 2 وقتی که منهای a به توان 2 میشه حاصل برابر با 0. b به توان 2 هم وقتی منهای b به توان 2 میشه حاصل برابر با 0. اما 2 تا ab به اضافه 2 تا ab برابر با 4ab میشه. بچه ها چکار کردیم؟ ضرایب رو با هم جمع کردیم و قسمت حرفیشون رو بدون تغییر نوشتیم. به این ترتیب ملاحظه کردیم که حاصل این عبارت برابر با 4ab شد و این تساوی ثابت شد. دوستان در سوال 8 قسمت الف گفته نشان دهید مجموع هر عدد دو رقمی با مقلوبش مضرب 11 است. گفتیم که اگر جای ارقام یک عدد دو رقمی رو تغییر بدیم مقلوب اون عدد به دست میاد. پس در عدد دو رقمی AB که B یکان و A دهگان اونه اگر جای ارقام رو تغییر بدیم عدد BA به دست میاد که A در اون یکان و B هم دهگانه. بچه ها گسترده این عدد رو به صورت 10A به اضافه B می نویسیم و گسترده این عدد رو هم به صورت 10B به اضافه A می نویسیم. میخوایم ثابت کنیم که مجموع این دو عدد حتما مضربی از 11 هستش. پس می نویسم مجموع عدد دو رقمی AB با عدد دو رقمی BA برابر میشه با جمع این عبارت با این عبارت. پس به جای این عدد دو رقمی می نویسم 10A به اضافه B به اضافه به جای این عدد دو رقمی هم گستردهش رو می نویسم که می شود 10B به اضافه A. 10A به اضافه A می شود 11A به اضافه B هم به اضافه 10B برابر با 11B میشه. از 11 فاکتور میگیریم. به این ترتیب این عبارت رو به صورت ضرب عدد 11 در مجموع A و B نوشتیم و چون این عبارت به صورت ضربی از 11 هستش نتیجه میگیریم که مجموع هر دو عدد دو رقمی که مقلوب هم دیگه باشن حتما مضربی از 11 خواهد بود. اما بچه‌ها در قسمت بعدی گفته نشان دهید تفاضل هر عدد دو رقمی از مقلوبش مضرب 9 است. در اینجا هم کافیه حاصل تفریق عدد AB از عدد BA رو حساب کنیم. به جای این عدد دو رقمی گستردهش رو می نویسیم 10A به اضافه B منهای به جای این عدد دو رقمی هم گستردهش رو می نویسیم می شود 10B به اضافه A. برای انجام این تفریق عبارت اولی رو بدون تغییر می نویسیم. تفریق به جمع تبدیل میشه. تمامی جملات پرانتز جلویی قرینه میشن. حالا عبارت رو ساده میکنیم. 10A منهای A برابر با 9A میشه. پس می نویسم 9A. مثبت B منهای 10B هم برابر با منفی 9B میشه. بچه ها میتونیم از 9 فاکتور بگیریم. به این ترتیب عبارت رو میتونیم به صورت ضرب عدد 9 در دو جمله A منهای B بنویسیم. چون در این عبارت ضرب در 9 وجود داره نتیجه میگیریم که تفاضل هر عدد دو رقمی از مقلوبش حتما مضربی از 9 خواهد بود. دوستان در سوال 5 تستی گفته اگر این عبارت مساوی با 180 و x ضرب در y مساوی با منفی 6 باشد حاصل عبارت x به اضافه y
به توان 2 کدام است؟ خب با توجه به این دو عبارت باید مقدار x به اضافه y رو حساب کنیم. برای این کار عبارت اولیه‌مون رو می نویسیم و طرف اول این عبارت رو به صورت ضرب دو عبارت جبری می نویسیم. برای این کار باید به میم ضرایب رو حساب کنیم، چون ضرایبشون یکه به میمیمشون هم می شود یک، پس نیازی به نوشتن نیست. و از حروف مشترکشون با کمترین توان فاکتور می گیریم. هم x و هم y در هر دو عبارت وجود داشت. از x و y فاکتور گرفتیم. کمترین توان x 2 بود، کمترین توان y هم 2 بود. خب بچه اگر اولین جمله رو تقسیم بر این عبارت کنیم y باقی میمونه به اضافه. اگر دومین جمله رو تقسیم بر این عبارت کنیم x باقی میمونه که این عبارت برابر با 180 هستش. اما بچه ببینیم که این x ضرب در y که مساوی با منفی 6 شده به چه دردمون میخوره؟ خوب دقت کنیم. در اینجا به جای x ضرب در y x به توان 2 ضرب در y به توان 2 رو داریم. پس اگر طرفین این تساوی رو به توان 2 برسونیم میتونیم x به توان 2 ضرب در y به توان 2 رو حساب کنیم. خب بچه وقتی که این عبارت رو به توان 2 برسونیم حاصل میشود x به توان 2 ضرب در y به توان 2. منفی 6 هم به توان 2 برابر با مثبت 36 می شود. اینجا 2 رو بنویسم. خب پس فهمیدیم که x به توان 2 ضرب در y به توان 2 مساویه با 36 هستش. حالا کافیه در این عبارت به جای x به توان 2 ضرب در y به توان 2 36 رو جایگذاری کنیم. می نویسم 36 ضرب در y به اضافه x مساویه با 180 هستش. بچه ها برای اینکه y به اضافه x رو به دست بیاریم کافیه 180 رو تقسیم بر این 36 کنیم که حاصل برابر با 5 میشه. یا میتونستیم هر دو طرف این تساوی رو تقسیم بر 36 کنیم. به این ترتیب نتیجه میشه که y به اضافه x برابر با 5. حالا بچه خوب دقت کنیم. در این سوال میخوایم x به اضافه y رو به توان 2 برسونیم. دیدیم که x به اضافه y برابر با 5 شد. پس کافیه 5 رو به توان 2 برسونیم که حاصل مساویه با 25 میشه. در نتیجه گزینه اول جواب درست این سواله. خب دوستان گلم در اینجا آموزش و بررسی تمرین‌های این درس هم به پایان رسید. امیدوارم که از تماشای این فیلم آموزشی لذت برده باشین و باز هم تاکید میکنم که برای آشنایی بیشتر با نمونه سوالات امتحانی پرتکرار حتما به بخش شاهکار امتحانی در پایان کتاب مراجعه کنید و سوالات اون بخش رو هم حل کنید. شما دوستان گلم رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشین.